به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم دوستان خوبم. خوب هستید؟ فرزانه هستم در برنامه پروازی اندیشه. امروز می‌خواهیم درباره زبان‌های مختلف در دنیا صحبت کنیم. دوستی خوبم، این را می‌دانستی که چند زبان در دنیا وجود دارد؟ امروزه بین 5 تا 10 هزار زبان مختلف در دنیا وجود دارد که 1,123 نفر از مردم دنیا به زبان چینی صحبت می‌کنند و 470 میلیون نفر هم انگلیسی زبان هستند. دوستی خوبم، این را می‌دانستی که جمعیت کدام کشور از کشورهای دیگر بیشتر است؟ حدود 1,240,000,000 نفر در چین زندگی می‌کنند. این افراد تقریباً 1/4 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب چین زندگی می‌کنند. بچه‌های عزیز، می‌دانید برای چی در غرب زندگی نمی‌کنند؟ برای اینکه این قسمت از کشورشان بیشتر بیابان و کویر و کوه‌ها است. نوگلان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.